برادران محترم، لطفاً این پیام را برای جوانان، نوجوانان و کسانی که موهای سر خود را به همین شکل اصلاح میکند برسانید. همین جوانایی که موهای خود نیمی کله خود چی جور میکنن؟ کل میکنن و نیمی اینجا پوپکک جور میگذارن. همه با کفار خود مشابه ساختن نساخته. ها؟ از لعنت هم که سر جور که بلندتر است یا نیست؟ و ایده باز که سهل کنید در نماز ماشاءالله چه خوب نماز میخوانن، چه خوب رکوع میکنن، چه خوب سجده میکنن و سرش لعنت الله هست. و برش بگویم که او برادر، او جانم، او قربانم، او برادر عزیزم، او شیرینم، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضا. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع کرده که نیم سرت کل کنی نیم سرت بانی. برادران محترم، لطفاً این پیام را برای جوانان، نوجوانان و کسانی که موهای سر خود را به همین شکل اصلاح میکند برسانید که به این شکل اصلاح کردن موی در اسلام قزع میگویند که در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم من و شما را نهی میکند از این شکل اصلاح کردن موی که وسعت سر بگذاری و دو قسمتش بتراشی، یا دو قسمت سر بگذاری و وسطش بتراشی، یا چهار طرف بتراشی وسطش بگذاری. این را قزع میگویند در اسلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع میکند، نهی میکند مسلمانان را از این شکل اصلاح کردن موی. این روش اصلاح کردن موی در حقیقت از کفار و مشرکین هست که به این شکل می سازند، اما متاسفانه در این اواخر می بینیم که اکثریت جوانان و نوجوانان و خانواده های عزیز متوجه نمی شوند، سرهای خود را، موهای خود را بر همین شکل اصلاح می کنند، در حالی که این در حقیقت مشابهت با کفار و مشرکین است. اگر نمی دانید این را آگاه شوید که اگر شما مطابق کفار و مشرکین سر و صورت خود را جور میکنین، با اونها مشابه میسازین، در این حدیث صحیح گرفتار میشین که رسول صلی الله علیه و سلم میفرماد من تشبه بقوم فهو منهم، یعنی هر کسی که به قوم خود را مشابه میسازد به همو حشر میشه در روز آخرت. یعنی تو که زمان سر و ریش خود را مطابق کفار جور میکنی، به روش از اونها با اونها حشر میشی در روز آخرت. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کودکی را دید که بخشی از سرش گذاشته بود و بخشی از سرش تراشیده بود. برش دستور داد که یا همه سرش بتراشه یا همهش بگذاره. و من و شما هم زمانی که موهای خود را اصلاح میکنیم بسیار منظم و درست به یک اندازه اصلاح بکنیم. یعنی به شکل نکنیم که چهار طرف سر خود را پاک صفا بتراشیم بالای سر خود را بگذاریم. نه، بسیار سنگین و ساده سر خود اصلاح بکنیم. در اسلام درست است. اصلا ما مخالفی نیستیم که شما حتما مویای خود را ایلا بکنین، مکمل بتراشین. نه، اصلاح بکنین اما زیبا و منظم. یک مسلمان همیشه تلاش بکند که در زندگی خود در تمام امورات خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را اسوه و نمونه قرار بدهد، مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکند. به روش رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی کردن هم کامیابی در دنیا هست و هم در آخرت هست. هم سربلندی در دنیا هست و هم در آخرت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود است، کبار صحابه موجود است، مهاجرین موجود هستند، انصار موجود هستند. با نقض یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شکست بزرگی در صف مسلمان ها واقع شد. آل گفت راست پرسان بکنین که ما و شما چند سنت مشکنانیم؟ اول پروفیسور صاحب چپا تراش کرده و در شأن ریشخل چی است؟ الله متعال میگه ریشخل جان، امیر ریشخل جان. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. تو که چپه تراش کردی، روی اکتام کریم زدی، روی تو مثل روی مادر اولادا شد. بنابراین مشابهت پیدا کردی که کی؟ که مادر
اولادا و هر مردی که هر بابی اولادایی که مشابهت پیدا میکنه به همراه مادر اولادا سر از این لعنت است. یعنی لعنت الله هست سر مردهایی که خود مشابه میسازن با کی؟ با خانم ها. و لعنت الله هست و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، و لعنت الله سر خانم هایی که خود مشابه با کی میسازن؟ با مردها میسازن. امیل چقدر مردم است. خب اینال یک نفر مشابه با زنها و مردها خود چی میکنی؟ اینال از این کده آیا لعنت خطرناک هست؟ من تشبه بقوم فهو منهم. رسول الله میگه او کسی که خود مشابه با یک قوم کافر میسازن الله متعال در روز قیامت در صف از ما او را حشر میکنن. همین جوانایی که مویای خدا نیمی کله خدا چی جور میکنن؟ کل میکنن و نیمی اینجا پوپکک جور میگذارن. همه با کفار خدا مشابه ساختن نساخته. ها؟ از لعنت هم که در سرجو که بلندتر است یا نیست؟ و ایده باز که سایل کنید در نماز ماشاءالله چه خوب نماز میخوانن، چه خوب رکوع میکنن، چه خوب سجده میکنن و سرش لعنت الله هست. و برش بگویم که او برادر، او جانم، او قربانم، او برادر عزیزم، او شیرینم. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القضا. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع کرده که نیم سرت کل کنی نیم سرت بانی. با استایل کافرها منع شدی.